قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام بینندگان و شنوندگان هموطنان عزیز. پس از گذشتن ماه رمضان و انشالله با امید آن که عید رمضان برای یکایک شما با خرسندی ها و با شادی و اتمام رسید، برنامه دیگری ترازوی عمل را همراه شما دوام می‌دهیم. امروز عزیزان به نزد شما با یکی از موضوعهای آمدم، موضوعهایی که خیلی موضوع نگران کننده هست و روز از روز متاسفانه دارد می افزاید و می افزاید و بعضی ها ناخودآگاه، بعضی ها دیده و دانسته داخل این طوفان و مصیبت می شوند و تصمیم گرفتم که این موضوع را آشکارا همراه شما صحبت کرده باشم و سببهایش را هم در این برنامه برای شما عزیزان بیان کنم. موضوع ما درباره افزایش حرامخوری در جامعه هست. افزایش خوردن مال حرام، چه از طریقه قمار باشد، چه از طریقه فایزخوری یا گفته قرض‌های کردیت و قرض‌های بانکی و پرسنت باشد، چه از طریقه هزار و یک تجارت‌های سیتوی مارکتینگی مثل فابریک و دیگر نمودهایش که امروز دارد تمام یوتیوب را فرا میگیرد که به حرام خیلی خیلی آمیخته است و در داخلش هست و زیادی ها همچون حلال نشان میدهند. چه از طریقه رشوه‌خوری باشد، چه از طریقه فریب کردن و مالی که نقص دارد نه مال من خوب است گویان فروختن باشد، چه از طریقه فروخت یا خرید طلا و نقره با پرسنت و با زمان باشد. یعنی نمودهای حرامخوری اینقدر دارد روز از روز می افزاید که دیگر شمارش را هم انسان گم می کند. و راستی تا همین دیروز خود بنده بر آن اعتقاد بودم که در تاجیکستان اساساً از راه‌های حرامی داخل شدن مال به خانواده ها این بانک های تجارتی بانک های ربوی هست، بانک هایی که با پرسنت قرض می دهند و مردم دیگر پرسنت یا ربا و کردیت گویان یا خانه می خرند یا اشیاءهای خانه می گیرند یا پول سفر پولی میگیرن از آنجا. یا عموما فکر میکردم که حرامخوری در تاجیکستان اساساً در بانک ها هست و مردم اساساً از طریقه حرامخوری با راه بانک ها دست میزنند، یعنی به حرامخوری از طریقه بانک ها مشغول هستند. اما بعد از اینکه مردم به آسانی به اینترنت دست یافتند و دیگر در اینترنت برآمد کردن و در اینترنت رکلام کردن این آن تجارت خیلی خیلی زیاد روز از روز افزایش یافت، یکی امروز با سایت های تاجیکی و سایت های تاجیکستان و بلاگرهای تاجیک داخل می شود که عدد نفرانی که با نام بلاگر اما در اصل قمارباز هستند یا مشغول فابریک هستند یا مشغول دیگر نمودهای تجارت هایی که عموما داخلش پر از شبهه هستند اینقدر زیاد هستند که شما گمان میکنید دیگر یوتیوب در تاجیکستان بلاگرین فقط رکلام تجارت های حرام می باشد، فقط رکلام تجارت های حرام می باشد. هزار و یک نمود قمار، هزار و یک نمود با نام کنکورس باشد، با نام بازی باشد، با نام بلیت فروشی باشد، هزار و یک نمود تجارتی که در داخلش شرط هایی هست که عموما به یگان تجارت اسلامی رابطه ندارد، شرط هایی هست که فقط بر منفعت شرکت ها هست و کارگر و یا خریدار در آنجا فقط پول صرف میکند و با نام چند بلاگرها شب و روز از پی رکلام آن هستند و بینندهشان هم کم نیست. بیننده یک طرف است که با دیدن چیزی نمی شود، مشغول شونده ها با این نمود بازی های قماری، با این نمود تجارت های پر از شبهه کم نیستند و خیلی زیاد خواهرانی هستند می نویسند که شوهر من هر ماه بلیت می خرد. چی خیلی بلیت می خرد؟ همون قماری که
عیناً همه بلیط میخرند، در داخل آنها 2-3 نفر یا صاحب ماشین میشوند یا صاحب خانه میشوند که آن رو هم کسی که از همان قماربازی اساسی خواهد. و تمام علما به این یک جا هستند که همون آیتی که الله میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، هم عرق نوشی باشد، هم تمامی بت پرستی باشد، هم قمار بازی باشد، هم فال بینی باشد، اینها از پلیدی شیطان هستند. قمار همون است که یک چند نفر پول میپرتاید، در آنجا یک نفر برد میکند یا 2 نفر، یا گفتیم نصف مردم برد میکنند، نصفش نه. در آن کنکورس ها که میدونید که 2-3 نفر هستند، دیگر کسی برد نمیکند. چی نامش لتری باشد، چی نامش بلیط فروشی باشد، چی نامش دیگر کنکورس باشد، یا بعضیشون کنکورس حلال گفته هم میبرارند که گویا که حج و عمره نصیب میشده است. حج و عمره با کدام پول؟ با پول حرامی که داخل میشود که کمی بعد درباره صحبت میکنیم که آیا با پول حرام حج و عمره کرده میشود یا نه. و این چونین تجارت هایی که پر از شبهه هستند و بنده در کانال خود در راه نور وقتی درباره پبلیک صحبت کرده بودم که یک تظاهرات برپا کردن زنهایی که با پبلیک مشغول هستند که بعدا شکر پروردگار یک چند برادران که این مسئله را تنها من مسلمه احمدی نه بلکه تمامی علمای معاصر حرام گفتند، چه از علمای قزاقستان باشد، چه از علمای ازبکستان و از حتی داغستان و دیگر عربستان سعودی باشد، یافته برآمدند که این مسئله را فقط تنها من حرام نمیگویم. اکنون ببینید چی سبب هست که اینقدر مردم مشغول هستند به بلیط خریدن در کنکورس ها یا گفتیم قمارها که نام قمار رو میگن کنکورس ها که مردم نفهمند، یا چی سبب هست که اینقدر زنهای خانشین و جای اینکه فکر کنند که از کدام راه ما باز میتوانیم پول حلال داخل درآمد کنیم، یک بار از پای 2-3 فریبگری که میگن انا بینید خانه خریدم، انا بینید ماشین خریدم، انا ببینید چیزهای دیگر خریدم، میدوند و پول دنیا رو صرف میکنن و در آخر پس از مدت پس از سال میفهمن که من چقدر صرف کردم، چقدر برد کردم، مگر من تجارت کرده ایستادم یا کسی مرا سوء استفاده کرده ایستاده است. و این اینقدر تعداد نفرانی که به نام مسلمان هستند که بسم الله گویان شروع میکنند، بعضیشان الحمدلله گویان شروع میکنند، بعضیشان حجاب در سر شروع میکنند، بعضیشان بارش ها شروع میکنند، در داخل فقط تجارت های حرام و قمار است. چرا اینقدر می افزاید؟ سبب چیست که مردم اینقدر زود به این تجارت های پر از شبهه و حرام و آمیخته به حرام دست میزنند؟ یعنی سبب چی است؟ چی شد که ما مردم امروز فراموش کردیم که چی حلال است و چی حرام است؟ چی شد که ما مردم اینقدر زود از پای این نمود درآمدهای حرام می رویم؟ پیش از همه اگر به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنید، حدیث در مسند امام احمد است، خطا نکنم در مسند امام احمد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از الله شرم بکنید. وقتی صحابه ها میگویند الحمدلله پیامبر الله ما از الله شرم میکنیم، پیامبر میگویند شرم و حیا از الله این است که هر چیز چشمت میخواهد، هر چیز گوشت میخواهد و هر چیز زبانت میخواهد تو آن را نگه داری. یعنی وقتی زبانی تو گناه میخواهد، چشمی تو گناه میخواهد، گوشی تو شنیدن گناه رو میخواهد، تو بالای چشم و گوش و زبان خود حاکمیت کنی که از الله بترس، این کار رو نکن. و این چونین هر چی شکمی تو میخواهد از خوردن و از دیگر لذت های دنیا، بالای شکم خود هم مسلط باشی که نه، اگر تو خواهی هم این حرام است و نمیخوری. و این چونین حیا این است که به خاطر حیات 2 روزه آخرت را نفروشی، به خاطر آخرت از لذت های دنیا دست بکشی. انا وقت این کارها رو کردی دیگر بدان که این حیا هست. پس وقتی مردم نترسیده به گناه می روند، نترسیده اون چیزی که حرام است از خوردنش هیچ هراسی ندارند و حتی رکلام هم میکنند و از اینجا به اونجا به همه پهن میکنند، اولین سبب این است که دیگر ترس از الله و شرم از الله از اکثر مردم رفته است.
برای همین در ما حدیث دیگری پیامبر است: اگر تو از الله شرم نمی کنی پس نعم شئت، هر چی می خواهی بکن. اگر از الله شرم نمی کنی هر چی می خواهی بکن. پس اینجا ببینید که عزیزان، نفرانی که امروز اکثریت به قمار مشغول هستند، هزار لباس اسلامی داشته باشند، نفرانی که با تجارت های پر از حرام و شبهه و فریب مشغول هستند، هزار سر و پا اسلامی باشند، یقین بدانید که این انسان ها از الله نمی ترسند. این انسان ها از الله شرم نمی کنند. کسی که از الله شرم کند، کسی که از الله بترسد، هرگز به این گناه ها دست نمی زند. دویم سببی که مردم اینقدر زیاد به این حرام ها دست میزنند یا اکثریت مردم مشغول این هستند، این است که شیطان هایی که در زمین قدم میزنند و در یوتیوب من و شما میبینیم کم نیستند. اگر شیطان حقیقی رو الله میگوید او شما رو میبیند و شما او رو نمیبینید، اما این شیطان هایی که در رکلامه هزار یک تجارت حرام و هزار یک قمار هستند، شیطان هایی هستند که در سیما بر علام و اینها رو میبینیم. و این اکثریتی ببخشید این بدبخت ها چون با سیمای اسلامی خارج میشوند، خواهران زیادی میگویند آخر وای بسم الله گفته شروع میکند، آخر من میدانم که وای قرآن میخوانده است. عزیزان، یک نفری که قرآن میخواند باید ما یقین بکنیم که او حلال خور است. یک نفری که ریش کرد و یک بار رفت و عمره کرده آمد، دیگر با همین فرشته شد، او دیگر پیامبر است که هر تجارتی که حلال میگوید حلال میشود و هر تجارتی که حرام میگوید حرام میشود. یک بدبختی که همیشه بلیط میفروشد، قمارباز است، گفتیم شاهی قماربازان است یا به گفته روزها کرال قمارچی ها هست. یک بار رفت و عمره کرد، دیگر و چقدر خواهد قمار خود را پهن میکنند ما باور کنیم که انا من هم عمره میروم. باز به نزدیکی بود، خواهر میگوید شوهرش گفته است که چی باکی دارد، گناه میکند و عمره میرود، گناهایش پاک میشود. در کجا این؟ در کجا هست که مثل مسیحی ها چی خواهی میکنی میروی به کلیسا و تو پاک میشوی؟ گناهایی هست که هرگز بخشیده نمی شود. اگر هزارها بار توبه کنی، اگر هزارها بار در اطراف کعبه دور زنی، وقتی تو مال حرام میخوری، حق مردم میخوری، حق مردم بخشیده نشده نیست مگر اینکه صاحب حق خودش در روز قیامت یا در دنیا عفو کند. پس اینجا از سبب‌های دیگری این که مردم نترسیده به این حرام ها دست میزنند و حرام خوری اینقدر زیاد می افزاید، این است که دعوتگران و سوی حرام یا دعاتون الی ابواب جهنم گویم، چگونه که در حدیث آمده است، دعوتگران در دروازه جهنم خیلی زیاد شدند. نفرانی که به هیچ شرم و حیای برآمده دروغ گپ میزنند که من دو سه کسمت که خریدم و صاحب خانه شدم، ببینید من یک بلیط خریدم و صاحب ماشین شدم، ببینید که این 4 ماشین را شمایان صاحب میشوید. شما اونجا 2 میلیون بلیط میخرید، اونجا 4 ماشین است، اون هم یک تاش را خواهد میدهد، خواهد به دوستش میدهد یا رفیقش میدهد، بقیه پول ها به کجا میرود؟ این که یک حرامخور است یا گفتم یک شاهی دیگر قماربازان است که این دیگر از حلال و حرام انسانگری نیست در این. اما دیگر مردم به شما چی شده است که اینقدر نترسیده، اینقدر عموما پروا نکرده که عاقبتش چی هست؟ ما به حرام دست میزنیم و بلیط ها با 1000 روبلی، بلیط ها با 5000، بلیط ها با 800 سوم. بعد از این خانه‌ای که به دست ما آمد آیا برکت دارد یا نه؟ آیا برکت دارد؟ آیا در آن زندگی کرده می شود یا نه؟ یعنی اگر سبب یکمی اینقدر به آسانی به راه حرامخوری رفتن مردم ترس و حیا از الله نداشتن باشد، دویم سببش این است که دعوتگران به سوی حرام روز از روز می افزایند، روز از روز می افزایند، باز با 1001 نیرنگ و با بسم الله گفتن و نعوذ بالله من قرآن می خوانم و آچه من نمازخوان است و بابای من فلانی است گویان می برایند، در حالی که حلال و حرام رو نه تو معین میکنی، نه بیبی تو، نه بابای تو، نه خودی تو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الحلال بین و الحرام بین. حدیث در بخاری است. حلال بیان است، حرام بیان است، عیان است. عقل سالم فطرت پاک میفهمد. بینهما مشبهات، بین این دو چیز حلال و حرام بعضی چیزها هستند که به حلال هم مانندی دارند به حرام هم. شما چی کار کنید؟ هر کسی که از همین چیزهایی که به حلال و به حرام مانندی دارد تقوا کرد، استبرأ لدینه و ارضه،
او دین خود را حمایت میکند، ناموس خود را حمایت میکند، دین خود را کامل کرده است، ایمان خود را کامل کرده است. شما از شک و شبهه، چیزی که شبهه کردید که حلال است یا حرام است، زود به آن نروید که نه این نمازخوان است، انا حلال گفت که من از پیش میروم. نه، انسان نمازخوان همیشه از اهل فتوا نمیشود. فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر، از اهل علم پرسید. به نفری که اهل علم است بپرسید که انا این نمود تجارت است که فلانی حلال میگوید، شما یک بار ببینید، اگر ندانید از یک نفر دیگر بپرسید. امروز اینقدر آسان است. با یک شماره از یک عالم یک چیزی رو پرسیدن، با یک شماره از عالم چیزی رو پرسیدن. پس این دعوتگران به سوی جهنم که امروز اینقدر صفشان زیاد شده است، مردم عام بیچاره هم از پی آنها میروند. نه این تجارتی حلال است، نه این یک بازی حلال است، نه این همون تجارتی هست که در بازار میکنی، نه این همون بازی است که عادی مسابقه ها هست. مسابقه نیست، قمار بر علا هست، تجارت نیست. شرط هایی که شما میمونید عموما و در تجارتی که اسلام حلال میکنه در آن وجود ندارد. چیزی دیگری که مردم اینقدر به آسانی به راه حرام میروند، شتاب کردن در رزق الله داده. یعنی در ما حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ترمذی بود خطا نکنم، که به من جبرائیل خبر داد کسی از شما از دنیا نمی رود مگر اینکه کاملا رزق خود را به دست بیارد. و همون گونه که هر یک نفر شما عجلش رو خواه و ناخواه، یا گفتیم عمرش رو، حیاتش رو در دنیا خواه و ناخواه دیده می رود، یا روزش رو بتون کرده بدن از دنیا می رود، رزق خودتان رو هم شما به دست می آورید، می گیرید، بدن می روید. در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر رزق شما زود به دستتون نآمد، یعنی بعضا می شود که با حکمت پروردگار، با حکمت اللهی که او میداند چی چیز برای بنده اش فایده دارد، چی چیز برای بنده اش ضرر دارد. بعضا رزق انسان کمی دیرتر می آید، بعد از سین سالش بالا شدن، پس از مدتی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر رزق شما کمی دیرتر شد، از الله بترسید و شما از راه حرام از پی رزقتان نشوید، برای اون که فضل الله را، رزق الله را با گناه به دست نمی آورند. در روایت دیگر فإن الله تعالی لا ینال ما عنده الا بطاعته. اون چیزی که در نزد پروردگار از رزق حلال است، آن را فقط با اطاعت پروردگار به دست می آورید، با سر فرو آوردن در برابر اوامر یا فرموده های الله. با گناه رزق الله را به دست نمی آورید. پس این حرامخورها چی؟ اینها زهر را به دست می آورند که یکایک شما شاهد می شوید، به خودشان هم نصیب نمی شود، چون این رزق حلال نیست، آنی که از راه حرام می آید. پس اینجا بعضی ها شتاب میکنن، نه چرا فلانی خانه‌دار شد من هم از راه قمار باشد هم خانه‌دار میشوم، انا فلانی زنی بیوه خانه‌دار شد از کدام نمودی تجارت نباشد هم من خانه‌دار میشوم، انا فلانی این خریده است من هم میخرم. اما اینجا یک چیز است، ببینید چرا بعضی ها زود صاحب خانه میشوند ما زود صاحب خانه نمیشویم؟ چرا بعضی ها زود صاحب مال و ثروت میشوند ما زود صاحب آن نمیشویم؟ پیش از همه خیلی که گفتم، مثلا اگر مثال عادی زنیم، ولله المثل الاعلی، اگر مثال عادی زنیم، کودک خیلی شیرینی میخواهد، کودک 1 ساله 2 ساله خیلی شیرینی میخواهد، در خانه چند کیلوگرم شیرینی هست، اما مادر چون میداند که این شیرینی ها برای کودک ضرر دارد، در یک روز 1 تا 2 تا میدهد. اگر کودک از گریه بمیرد هم مادر میگوید برایت ضرر دارد، به دندانهایت و شکمت ضرر دارد، من از 2 تا زیاد نمیدم یا عموما نمیدهم اصلا، در حالی که در خانه شیرینی هست و مادر بخیلی نمی کند. کودک با عقل خود، کودک 2 ساله 1.5 ساله شاید 3 ساله میگه چرا مادرم بخیلی میکند، چرا نمیدهد به من شیرینی رو؟ برای اینکه کودک درک نمیکند که این شیرینی به او ضرر دارد. این یک مثال عادی است عزیزان. ببینید عیناً همین گونه عقل ما، بینایش ما به آینده و به دنیا و به زندگی در برابر کودک اصلا هم کوچک و کوچکترین است در برابر حکمت الله، در برابر علم الله.
بعضا ما شتاب میکنیم که میخواهم صاحب خانه باشم، میخواهم صاحب مال و ثروت باشم، میخواهم صاحب این و آن باشم، اما پروردگار میداند که برایت ضرر دارد، هنوز وقتش نیست، کمی صبر کن، بعداً میدهید. آیا دیدید کسی تمام عمر فقیر و فقیر مرد مگر اینکه یک عرق نوش باشد، یک معتاد باشد، یک نفری بدبخت باشد که خودش به سرش آورد، وگرنه همه انسان ها به خود تعلق رزقی که پروردگار برایشان مقدر کرده است به دست می آورند و بعداً وفات می کنند. چی بسا بیخانه های بودند پیش از مرگشان در قصر خود وفات کردند، چی بسا حرامخورهای بودند که چند خانه داشتند و پیش از مرگ خود تک و تنها در زندان خانه خود از بیماری و از هزار و یک آشفتگی درد و رنج کشان مردند، چون سزای اعمال حرامخوریشان همین بود. پس اینجا نباید یک نفر مسلمان، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر یکی دیدی که رزق دیر کرده ایستاده است، آن هم با حکمتی حکیم و رحیم پروردگارت که او میداند برای تو الان چی خوب است و چی بد است، نباید از راه حرام برای خود رزق جویی، نباید رزقت را از راه حرام بشتابانی، زیرا رزق حلال الله از راه حرام به دست نمی آید و این بلایی هست که تو داری به دست خود از راه حرام می آوری. چیز دیگر عزیزان، شاید یکی از سبب‌های خیلی و خیلی اساسی در مسئله به حرام دست دادن مردم باشد ندانستن یا بیخبری از عاقبت‌های حرامخوری، که حرامخوری مایان را به کجا میبرد. و سبحان الله، هر کتابی که درباره حلال و حرام خواندم در آنجا صحبتی کوتاهی صحابی زنی که اسمشان را در کتاب متاسفانه نآوردند و شوهرشان می آورند. صحابی زنی که هر صبح پیش از اینکه شوهرش به کار براید در دمی در شوهر خود را انتظار می شد یا برای گسیلانیدن آماده می شد و به شوهرش می گفت از الله بترس، از الله بترس و بجز مال حلال یا و بجز لقمه حلال به این خانه چیزی را نآور. فإن نصبر علی جوع ولا نصبر علی نار جهنم. مایان به گرسنگی می توانیم صبر کنیم، اما ما به آتش جهنم نمی توانیم صبر کنیم. شوهرم، این صبح که تو داری به کار می روی، از الله بترس و به این خانه که من و فرزندانت امانتی تو هستیم به جز لقمه حلال چیزی را داخل نکن، به جز مال حلال چیزی را کسب نکن. بدان که من و فرزندانت می توانیم گرسنه بخوابیم. صبر میکنیم به گرسنگی. انسان که تا چند روز، تا 23 یا از آن زیاد روز گرسنه می تواند زندگی کند، ولی مایان نمی توانیم به آتش جهنم صبر کنیم. ببینید تقوای یک زن مسلمان را که صحابه زنی که به شوهرش به جای این بگوید که ما این نداریم، چی خیل نباشد هم باید پیدا کنی، ببین برادرت چقدر کار کرد، ببین برادری من چقدر کار کرد، ببین فلانی چقدر کار کردم، مگر تو مرد نیستی؟ نه، از الله بترس. اگر پول حلال نیافتی دست خالی بیا که من نمیتوانم لقمه حرام را از گلوی خود فرو ببرم یا به فرزندان خود بدهم. همین گونه زنها حاضر پیدا می شده باشند خواهرانی که اینقدر زیاد سوال، شوهرم این میکردگی آن میکردگی این میگفتگی، شوهرم دارد از راه حرام پول می آورد، من با چشم خود دیدم، با گوش خود شنیدم، چی کار کنم که این لقمه حرام به شکم من در آمد. این گونه زنها پیدا می شده باشند یا هستند و خیلی اندک هستند، یا آنهایی که هم هستند با این دو سه زنهای دیگر با سیمای فرشته و در اصل شیطان که اینقدر حرام را حلال نشان میدهند دیگر فراموش کردند که حلال چی است و حرام چی است. پس مسئله دیگر این است که زیادی ها فراموش میکنند که پیامت این حرام خوری ها چی است. اونهایی که نترسیده از راه قمار خانه میبرند، اونهایی که نترسیده از راه قمار ماشین به دست می آورند، اونهایی که 1001 نفر را مجبور کنان این خرو آن خرو، این بل و آن بلگویان، 1001 نفر را از معاشش برای خود قپیده و گرفته، آنهایی که پراتسن میدهند یا گفتیم قرضهای ریبوی میدهند، آنهایی که از پول کارگرهای خود میگیرند، اینها
شاید از عاقبت و از بلاهایی که از حرامخوری می آید بخبر باشد. در ما آثار عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس صحابی جلیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی عموزاده یا عمک بچه پیامبر هستند که پیامبر دعا کرده بودند که پروردگارا و این علم دین و علم قرآن تفسیر را بیاموزان. یکی از علمای مشهورترین اسلام و مسلمین هستند. عبدالله ابن عباس میگویند بدانید هر کار ثوابی که میکنید در قلب شما نور می افکند. یعنی انسان هایی که با کار ثواب و با عمل های صالح مشغول هستند قلبشان پر از نور است، قلبشان گشاد است. در قلبی که پر از نور و گشاد است همه چیز جا می شود، سیاگی وجود ندارد. این چونین در چهره آنها هم نور دیده می شود. هم قلبی درخشان و نورانی دارند، هم چهره درخشان و نورانی دارند. بر عوض این در بدن آنها قوت را میبینی، بیچاره و کسل و دائمی از دستشان هیچ چیز نمی آمده نه، همیشه میبینی نشاط هستند. یعنی با گفت خودمان چابک و چقان هستند در همه کارها، در عبادت، در دوادوی. یعنی انسان هایی که به کارهای ثواب و حلال مشغول هستند در بدن آنها انرژی و قوت رو هم دیده می شود. و این چونین در رزق آنها زیادی رو شما مشاهده میکنید. درآمدی کم دارند، زندگی با برکت و فراوان دارند و محبتا فی قلوب الخلق و این چونین مردم آنها را دوست می دارد. یعنی انسان های حلال خور را بجز اینکه خود از خود راضی هستند چون حق کسی را نخوردن، مردم اطراف هم دوست می دارد. برای آنکه حق کسی را نخوردن، از پای مال مردم هم نیستند، از پای حرام نیستند. در دوامش میگن اما عکس این، هر کسی که مشغول گناه است و چه گناه بدتر است از حرام خوردن، هر کسی که مشغول گناه است در قلب و در چهره او سیاهی دیده می شود. آنهایی که قلب سیاه دارند دیگر از زبان آنها یگان سخنی خوش نمیشنوید. هر بدی که از زبان می آید بدونید که از سیاهی قلب همان نفرش هست، چون انسان هایی که قلب درخشان دارند بد زبان نمی شوند. عبدالله ابن عباس میگن اونی که مشغول گناه هست هم چهره زشت و سیاه دارد، اگر چهرهش خوب است اما نور دیده نمی شود، به نور است، هم قلبش. و این چونین و وهنن فی البدن، یک بدنی تنبل دارند. نمی بینی که چابک نماز خواند، نمی بینی که درست در عبادت باشد، در همیشه یا بیماری یا کسلی یا تنبلی یا خواب آلودی عموما در بدن و در حرکات او یک انسان تنبل دیده می شود. و نقصا فی رزق، و در رزق او هم کمبودی هست. هرچی درآمد دارد، هزارها بار تجارت کرد، هزارها بار اینجا رفت و اونجا رفت، باز میبینی بیچاره قرض دار، باز میبینی شکایت، باز میبینی همسرش به این و به آن نالش دارد که فلانی می آید و از ما پول قرض رو برگردان، میگوید خانه ما رو دارن میفروشن. یعنی هزار یک بلای دیگر. و بغضن فی قلوب الخلق، و این چونین این بدبخت ها، آنهایی که آلوده گناه هستند، آلوده حرامخوری هستند، در قلب مردم نسبت اینها بدبینی پیدا می شود. البته وقتی مال مردم رو میخوری و این چونین البته وقتی حق الله رو پایمال میکنی، بنده های الله هرگز رو در قلبش جای نمیکند، تو رو بدت میبیند. یعنی ببینید اینقدر بدبختی، چه از کسلی باشد، چه از تنبلی باشد، چه از کمبغلی باشد، چه از اینکه مردم دوستت نمیدارند، عبدالله ابن عباس میگویند به سبب آنه که مشغول گناه هستی، مشغول گناه هستی، مشغول من کرده های الله هستی. چیزی دیگر اینجا مسئله غضب پروردگار و اجابت نشدن دعا هست. در ما عزیزان حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد رو مثال می آورند که خوردنش از مال حرام است، لباسش از مال حرام است، نوشابهش از مال حرام است. باز همیشه دعا میکند یا رب یا رب یا رب، پروردگارا پروردگارا اجابتم کن، درماندم، بیچاره هم ماندم. ان یستجاب له، از کجا الله دعای او را اجابت کند؟ وقتی حرام میخوری، حرام میپوشی، زندگیت حرام است، استادت حرام است، از کجا الله دعای تو را اجابت میکند؟ فرزندت بیمار شد، کسی به اجابت دعای تو نمی آید. خودت بیمار هستی، قرضدار شدی، درماندی. انسان که همیشه محتاج پروردگار است.
و انسان همیشه نیاز به الله دارد، برای اون که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در دوامش میگه ثم رددناه اسفل سافلین. اگرچه با بهترین شکل الله انسان را آفریده باشد هم بعد از این میبینید انسان پیری دارد، بیماری دارد، بیچارگی دارد و پستی در حیات دنیا هم کی نباشی هم رفتن میگیری، مگر اینکه الله رحمت کند. الله به فضل و به رحمتش بعض بنده هایش را خور شدن نمیماند. پس کی دعای تو را اجابت میکند وقتی این همه حرام خوردی؟ کی میتواند همراهی تو باشد وقتی این همه حرام خوردی و دیگر و جز الله دیگر چاره‌ساز کارساز را نداری؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث هم میگویند از کجا الله اجابت کند دعای نفری که حرام میخورد و حرام مینوشد؟ چیزی دیگر عزیزان، اینجا مسئله ای که باید درباره‌اش یک موضوع علاهیده داشته باشیم، ولی اینجا هم یک کوتاه گفته میگذرم. زیادی از این حرامخورها، آنهایی که دیگر چی بانک های ریبوی مشغول بانک یعنی قرض های کردیت و دیگر قرض های پرسنتی داشته باشند، چی سراینده هایی که با پول حرام دیگر کسب میکنند، چی نفرانی که پول بینی میکنند پول حرام به دست می آورند، چی دیگر این نمود تجارت های پر از حرام و این قمار و چیزهای دیگر، زیادیشان چی در بلاگشان چی در کانال هایشان میمانند که مادرش را، پدرش را، شوهرش را، خودش را، همسایه‌اش را روانی حج کرده است، روانی عمره کرده است، یا یک کار ثواب دیگری کرده است که گویا که خیلی کاری خوب کرد که و در همه جا میبینید که برای هر یک کسی لیکل ساقطتون لاقطه میگویند دیوانه باشی هم دو سه طرف دارد میشود. ای بارک الله، ای بهترین، الله قبول کند گویان چند نفر کفکوبی میزنند. ولی آیا عمره یکی، حج یکی، صدقه یکی، خیر یکی با پولی حرام کرده شد الله آن را قبول میکند؟ الله آن را قبول میکند که اینقدر با خرسندی میگن نه ببینید که فلانی اگرچه قمار باز باشد، هم حرام خور باشد، هم پول مردم رو با فریب گیرد، هم این کارها رو کرد و فلانی رو به حج فرستاد یا فلانی رو این گونه کمک کرد. و یک دو سه نفرش هست و قریبی دیدم، یک دو سه دخترکای تاجیک هستند، من دیگر نمیخواهم نام کسی رو به زبان آورم، در فحش و در بد اخلاقی و بدگویی و بد زبانی و بد لباسی و عموما بد سرشتی، بد انسانی پلیدی در یوتیوب شاید جای یکم رو گیرن. و کسی خیر کردم چیزی گویان کوتاه حقق نوارش رو کسی به من فرستاد، به فکرم یا خودم دیدم که یک بد اخلاق است، یک بیناموس است، دخترکی که تماما دیگر عزت و شرف و تمامی هستیش رو به خاطری نمیدونم تماشابین باشد، پدپیسچیک باشد، چیزی دیگر در یوتیوب از دست داده است حیثیتش رو، ناموسش رو. و کسی من خیر کردم، کالیاسکه خریدم، چیزی خریدم گویا نوار کرده است کی تعجب میشه، یعنی کاری خوب کردی، با پولی حرام این کارو کردی، به فکرت کاری خوب کردی، دعا گرفتی و با همین تماما فرشته شدی. حدیث پیامبر است این الله طیب لا یقبل الا الطیبه. الله پاک است، پاک و پاکیزه هست، بجز پاکیزگی چیزی را قبول نمی کند. یک درهم، یک تنگه، یا به گفت تاجیکی خودمان یک سامانی که تو از راه حلال به دست آوردی، اگر آن را در راه الله صدقه کردی میلیون ثواب میگیری از آن چند صد سامان یا چند هزار دلاری که تو با قمار و با هزار یک راه حرام به دست آوردی و کی را به حج فرستادی و کی آب دادی و کی چیزی دیگر کردی. یعنی هرگز آنهایی که حرام میخورند یا عزیزانی که حرام خورها رو یکی میبینید که خیری کلام کرده است، هرگز یکی چشمتان به آنها با امیدی که من هم میتوانستم مثل او درآمد کنم، این گونه خیر کنم نباشد. برای اون که در خیر کردن مهم مقدار خیر نیست، مهم از کدام پول خیر کردن است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اتقوا الله ولو بشق التمره، شما خودتان را از اتقوا النار، ببخشید، از آتش جهنم دور کنید با نیم تای خرما باشد هم. حضرت عایشه وقتی به خانهشون کم بغلی می آمد و چیزی نداشتن، یک دانه خرما رو میدادن که به خاطر الله من همین رو صدقه میکنم، چیزی دیگر ندارم. و عجبا به نفرانی که آرزو دارند که از راه حرام بود چقدر سوال می شود، چی می شود که ما پولمون رو به بانک مونیم، پرسنتی اون رو به فلانی کم بغلان بدیم، یا خودمون محتاجیم یا فرزندی بیمار داریم.
آیا پول حرام می تواند شفا برای فرزند باشد؟ پول حرام می تواند رزاقی پروردگار باشد؟ پول حرام می تواند حج مقبول یا عمره که قبول درگاه الله باشد؟ نه، هرگز. این حدیث پیامبر است. الله پاک است. الله پاک و پاکیزه است. بجز خیراتی که از پول حلال شما کرده چیزی را قبول نکند، قبول نمی کند. و نباید مغرور شویم که من هم می توانم با این دوستی حرام خور یک جایه باشم و این قدر خیر کنم و این قدر کمک کنم. کمک هایی که در روز قیامت هباء منثورا هست، کوه می آید و مثل برگ ها یا گفتیم تماما پارچه های در همه جا به یگان قدر و پنج شده از بین می رود و هیچ قدر و قیمتی ندارد. پس اینجا عزیزان با یک از سخن ابوبکر صدیق یا عمر خطاب خاتمه می دهم که می گویند کن ندعو تسعة اعشار الحلال مخافة الوقوع فی الحرام. مایان از 9 قسم حلال را یکسو می گذاشتیم. می دونستیم که همین چیز حلال است اما یکسو می گذاشتیم برای آنکه شاید در آن 1% باشد هم حرام وجود داشته باشد. یعنی چقدر کارهایی بود که 99% حلال بودند و 1% حرام بودند، ما کلش را ترک میکردیم که یکی من به داخل حرام داخل نشوم. و در صحیح بخاری هست حضرت عایشه میگویند بار به نزد ابوبکر خدمتگارشان یا خادمشان خوراکی را آورد و گفت و ابوبکر صدیق آن خوراک را به دهان کرده بودند. سپس گفت آیا می دانید من این خوراک را با کدام پول خریدم؟ گفتند خیر نمیدانیم با کدام پول خریدی. خادم میگوید من در زمانی که مسلمان نبودم جادوگری میکردم، بر دروغ جادوگری میکردم، اصلا جادوگر نیستم و مردم را فریب میکردم و از مردم پول میگرفتم. امروز یک نفر گفت زمانی تو مرا جادو کرده بودی من به تو پولت رو نداده بودم، من این پول رو به تو میدهم. من همون پول رو گرفتم و خوراک خریدم. یعنی پولی که اصلا از راه فریب و دروغ و جادوگری به دست آوردم. من توبه کرده بودم اما این پول رو که داد الان آوردم، چون غلام یعنی بچه جوان بود. ابوبکر صدیق خوراکی که به دهان کرده بودند خود را مجبور میکنند قی میکنند و خوراک را میپرتایند. یعنی چیزی که خوردن میپرتایند و میگویند من به خوراک صحبت میکنند مجبورت میکنم که از دهان من برای، از درون من برای، من نمیخواهم لقمه حرام در داخل من باشد. چون حدیث پیامبر است که هر جسمی که با لقمه حرام این باد کرد یا افسایش یا گوشت دمانید در روز قیامت در جهنم می سوزد. پس عزیزان بیخبر نمانیم. هر یک لقمه حرام سوال و جواب خودش را دارد. 1001 درد و بلای بیماری خودش را دارد. اما قناعت کردن با آن چیزی که در دستمان هست یا اینکه از راه حلال کفت و کاف کردن رزق و الله قسم وعده الله هست و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی از الله ترسیدید الله برایتان کشایش میدهد، از جایی که فکر هم نمیکنید برایتان رزق میدهد. پس بیایید رزق خود را از راه حلال پیدا کنیم. و چطوری که این همه شیطان صفت ها، شیطان هایی که راه میگردند در یوتیوب و در اطراف با 1001 رکلامه حرام ها، اینها را یکسو گذاریم با عقل خود، با فکر خود، با اصحابی یا نفرانی که به تجارت حلال مشغول هستند صحبت کنیم، از آنها مشورت گیریم که با کدام راه می توانم یک راه حلال درآمد رزق را پیدا کنم. و یقین کنید همان قدمی که برای حلال ماندیم پروردگار موفق میکند، پروردگار برکت میدهد، پروردگار افزایش میدهد، چون وعده الله هست که الله میگوید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله نابود میکند ریبا و هرچی از حرام داخل میشود، برعکس این الله برکت میدهد. هم چیزی که صدقات است، خوبی هست، پول حلال است و آن چیزی که شما به مردم خیر و سخاوت میکنید. این بود برنامه امروزه من همراه شما. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. بگذار رزق شما همیشه حلال و طیب باشد و از طرف پروردگار پر از برکات باشد که هرگز به لقمه حلال نه شما دست بزنید نه فرزندان شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت،
طرز حلال شفا، همکاری، وعده، وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.